قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه توهین مسلمان نمای رافضی و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. روایت داریم در بین انبیا، این وقتی چیز نگه قلوه، روایت داریم در بین انبیا اولین پیغمبری که قبول ولایت امیرالمومنین کرده شخص خاتم الانبیاست. در بین انبیا اولین پیغمبری که قبول ولایت امیرالمومنین کرده شخص خاتم الانبیاست. در بین انبیا اولین پیغمبری که قبول ولایت امیرالمومنین کرده شخص خاتم الانبیاست. و چون تو بین انبیا اول اونه، لذا شده افضل و اشرف بر همه مخلوقات و موجودات، شده اول ما خلق الله. و چون تو بین انبیا اول اونه، لذا شده افضل و اشرف بر همه مخلوقات و موجودات، شده اول ما خلق الله. و چون تو بین انبیا اول اونه، لذا شده افضل و اشرف بر همه مخلوقات و موجودات، شده اول ما خلق. بینندگان محترم، شما متوجه شدید این آخوندی رافضی بیگانه با الفبای اسلام چی گفت؟ گویا به گفته این دشمن خدا و اسلام و قرآن و پیامبران، وظایف انبیا علیهم السلام این بوده است که ولایت علی و امامان را قبول کنند. بنابراین اولین پیامبری که نعوذ بالله و این شرف و افتخار نایل آمده شخص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. آنگاه این روحانی نما سبب افضلیت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز همین قبول ولایت امیرالمؤمنین می‌داند. اگر برای اشرف مخلوقات شدن قبول ولایت علی شرط است، پس چرا خود علی اشرف مخلوقات نشد؟ غلو و گزافه‌گویی و روایات جعلی امثال لولا علی لما خلقتک درباره علی مرتضی رضی الله عنه و فرزندان گرامیشان کم بود که این یاوه سرایی را هم به آن افزودید. خنده‌دار این است که خودش میفهمد چه دروغ و جسارت و اهانتی از دهانش بیرون میکند، لذا میگوید یا وقت کسی نگه غلوه. عجب، واقعا که انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بنگر چگونه بر الله دروغ میبندند و همین به عنوان گناهی آشکار کافی است. مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه